هذا النور شفاء صدور. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. اما بعد، شخص نزد ابو حفص اسکندری رضی الله عنه آمده شکایت کرد: پسرم مرا با کلتک میزند. ابو حفص ناراحت شده فرمودند: سبحان الله، نخواد پسر پدر را بزند. آیا پسرت را به مکتب داده بودی؟ مرد گفت: نه، نداده بودم. باز پرسیدند: آیا با او قرآن را یاد داده بودی؟ آن مرد جواب داد: نه جناب، قرآن نیز نخوانده است. باز پرسیدند: پسرت چه شغلی دارد؟ مرد گفت: چاره‌داری میکند. ابو حفص رضی الله عنه پرسیدند: میدانی پسرت برای چی تو را زده است؟ مرد پاسخ داد: نه، نمیدانم. ابو حفص رضی الله عنه فرمودند: فکر میکنم او هر روز پگاهی به خر سوار شده از دنبال پوده می رود. از بس که تو با او قرآن یاد ندادی، او هنگام حرکت ترانه می خواند. بنابر این وی تو را گاه خیال کرده با کلتک زده است. خدا را شکر گوی که سرت را نیز نکفانده است. از مضمون حکایه برمی آید که فرزند را علم و ادب و هنر باید آموخت، وگرنه برابر بزرگ شدنش فرزند برای والدین باری گران شده، از او به جمعیت فایده نمی رسد. بله دوستان، حق فرزند بالای پدر این است که برای فرزند یک مادر صالحه و پاکدامن انتخاب کند و فرزند را یک نام خوب بگذارد و نزد یگان عالم گذارد تا صاحب علم شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.